گازا چالان ماندن. ای دختر گلم، هر پیرک نواسای میادم می دلک مار وارو تا امید نکو جگر تخون نکو وقتا جگر خون شد. یعنی من قرق سردرد میشدم یا این میشد قلنجای ما میگرفت. من خوار کلان تستم. بس دیگه. ادب تربیت یک چیز است. بس متوجه گپایت باش. اگر سر خانه خود ما کلان شدی. بس. تربیت ادب سر ما بود. نه سر همیم. حال درست رفتی رفتار تا تغییر دادی به ما. سلما صدای تا پایین بیار. آسنات هم گناه را کردی هم گپ خودت میزنی رقم. من قرار دارم خواهد کنم جهان کنیم یکی دیگه تو نبخورید به ما چی بخوریم من خب میشم. نگفتی مادر خودت میگی خوارش هستی خیره. خو گفتم کیجی که در خانه محمد کتش بد رویه نکن. روزه که گریخته بود پس که آمد چی با چی چیزایی که نبود نگفتی. گفتی خیره خوارت است. این نمیخور پیشوری آرزو پیشوری از این خوار دیگه مرا میگه چل دفعه میگه تو خوار من نیست دشمنم هستی نمیخور بود. بگم من دشمن تاسم باز بیگانه باشه خو خیره خوار مادرم کیکت خوار مادر خو جمیده خوار کلام دست خنبخ راست میگه وقت کار کرد یک پیسه چیز کاری بوده دادیده بود کالا کار بوده بعد خریده پشتی گپا اگر جانم میخواد خیره است پسش. سلام مادر. علیکم. بود دختر تو بیجه. چرا؟ تو بخور چطور که گپ زدی تو خجالت نکشیدی؟ چی گپ زدی مادر؟ که خوار منیسی دشمن مسی و دشمن تست. تو مادر چطور که جرأتی در روی خوار دست مرا نگی. دست مرا نگی سم یادم وارستاد شد. این گپ چرا از ما پد کردی تو؟ چی گپ پد کردی؟ ای که سلما فرزندیست خوار ما نیست. کی گفته؟ چطور که از رودای گرم خودت گپ میزی؟ درو پای پای مردم دست نکو. دست یک مثلا خوشی تو عادت پیدا کردی فهمیدی؟ این گپ نزنی. تو چطور که خجالت نکشیدی خوار کلان تا که مثل مادر واره بر تو سینه سپر کرد مثل پدر واره بر تو گفتی اگان تا پدر واره شد جای کمبوتی پدر نماند از بیادر نماند از مادر نماند این پیدا کرد سر تو مصرف که تو امروز نیستی در روی تو خجالت نکشیدی اما هم دادم چشمت استاد نشدم. او که فرزندیست او که از خون خود ما نیست باز تو چرا پد کردی از ما؟ این گپ بر تو کی گفتی دروغ؟ مادر جان پای دیگه کس دخیل نکو. کتما استا پای دیگه کس دخیل نکو. سلما جان جگرت خون است. هیچ مربا جان کدام چیز خاص نیست. یه رقمک گرفته هستی؟ نه اما تو هیچ هم در فکر نواسای کاکایمشان بودم. خود جگرت خون نکو. تا دیروز دیگه دیروز زیاد صمیمی بودیم یگان وقت میومدن خانه ما دختره خوبم بودن واقعا که وقت آدم از دنیا میره فقط خوبیش میمونه. بله 100%. به ما خاطر میگن نه زندگی باید همیشه و خوبی کنی چی بدی کنی چی خوبی کنی خدا به دنیا آخر میری. بله باز به نظر من خوبی کردن زیاد یگان وقت میگم خوبی کنم خوب است ولی خوبی کردن زیادم به درد نمیخوره به یگان نفر
یگان نفر بخی نمک نشناس می باشه، هر چقدر خوبی کنی آخر به هیچ برش قدر و عزت نداری. همون چیزی که هستی قدر خوبی کنی یک دفعه یک گپ گفتیش یا یک گپ تا بالا شد خلاص هستی دیگه، از آسمان ها در زمین میزنید. خیر از جگر تخون نکو، خداوند ببخششان، جنت و نصیبشان باشه. او خود خواست خدا بود. بله. تا جای که اودانیشان بود دیگه، او به او خاطر خود جگر خون نیستم. کل ما یک روز رفته نیستیم. بله. آرزو جان، دخترم جان زن کاکا جان چی میگی؟ چیز کار داشتی؟ دخترم دانم پر نمیشه، تمام جانم درد میکنه. چی کار داشتی؟ او گرم دارین؟ نه وضو میکردی؟ از خود وضو کردم، گفتم مگه او گرم دارین که برم وضو کنم. خو یخ کرده خیر گرم شده چند دقیقه؟ این خیر بینی بچیم دیگه چی گپ زن کاکا جان خانه خودت دستایم درد میکنه، دکه دادا نمیشه بچه. دستایم چی دست تکنی؟ خانه کرفت ما اینجا کبوت خانه کرفت دیدم که دخترها که جوانمرگ شدن، دخترم و نواسایم جوانمرگ شد، در سر پایم نفهمیدیم، سیروم تیر کردن، پیچکاری کردن دکترها دیگه کن تمام سوز که بود، ولی دست داوی گرم سرد زده نمیتونم. مادر دید خوردم دیتا. خیلی تشویش نداشته باش، خداوند ببخششانه، بهش جایش باشه، به شما صبر نصیب کنه. لایمین زنده باشی بچه. او دانشان هم قدر در دنیا بوده. چی کنم دیگه؟ مادرم یاسناتم کار خوب نمیکنه، کده خوار خود دوا میکنه، جنگ میکنه. اما آسنات چی خواد بگویم میگم، خواد بگویم همیش یاد میته، همین یاد میته. مریم چی کار داری؟ دمیار گپ مداخله میکنی؟ تو چی؟ دلش خوارش مادرش دلش جنگ میکنه. نه خب باز اون رقم فکر نمیکنه، میگه حتما تو یاد دادی. من چرا یاد بدم؟ چرا من یاد بدم؟ او خود از این رقم کاکا میفهمن، دم خانه تربیتشون خودشون میفهمن، دندان ها گوساله خود دادم میفهمن. بچه‌م چرا سر مشابه سالا ولی متبین خود خوردن آسنات یک رقم کرد از او جنگ کرده گو خو هر کس باشه مون فکر میکنه یک دفعه اینجا اومده تغییر کرده. این دختر دستا مرا خراب میکنه، اون دختر در خانه ما تغییر نکرده. اونم حالا از پیش دیدی در بین خود خوب بودن. 24 دلار کاتب که نمیزنم خورد 24 دلار گپا میزنه، خالد میگه بتنگ اومد تا جنگ اومد، این دختر خیلی چی کنه؟ خب مجبور است که تو جنگ میکنه که چرا یعنی مرد چیز میگین؟ تو دنیا تو چی کاری؟ حالا به نظر تو هم وقت نداره؟ چی حق دارن؟ که یک دختر 3-4 شب بیای خانه همه خود بشینه. این چیزا نگوید. چرا؟ نکردگی نیست؟ نگرفتیش؟ خب بازم تو بیای که یک بیگ آمد همون سایز دیگه. خدای اگه نیست نکنم جای دور خونه نیست نکنم جای دیگه خونه رفته. خونه مویش هم قارشان میاد دیگه. حتما از همون خاطر میره. قارشان خیلی پیسه بده که نکاح کنم بیارم میشه دیگه. دنیا گلزار است. هیچ قارشان نبیه. خب حتما نداره پیسه. خب که نداره دیگه، نداره پنهشون به خدا که نداره دیگه. تو در کار مداخله نکن دختر. وارخ کار ندارم، ما سناتا میگم این کاراش خوب نیست نه. از همین زمین خانه ما بیرون میشه، باز بیرون که از وا جنگ دوام میکنه. خیر این خانه ما که نمیامد، کجا میری پس خانه ما بیرون نمیشه، از خانه هم سیاد خانه خود میشیش. خیر اوقات پایین تو بیابش میکنن و دختر می تو هیچ عقل نداری، چی شور نمیشه، خو خوارش غریب بیابش میکنه و مجبور میشه که اینجا آمده حالی میخوانه و جور زندگیش از دیگه. حالا اینا مقا خود تو هم سر مقال میکنی از او هم خزن مامایم که موقع میگه خو خیره که میگه دیگه مادرش است. حال مادر که میگه خور چرا میگه؟ این کل گپ ما میفهم. دروغ میگی. دیگه فهمیده میبودی توی کارا نمیکنی. بس مادر بس کل گپ ما فهمیدیم. کل گپ ما خبر دارم. چی گپ خبر داری؟ از هر گپ از الف تا یاش ما خبر دارم. بعد کدر کسی که گفته بد کده فهمیدی، خودت هم بد کردی همچنان. فهمیدی؟ حالا تو هم پوت میکنی میگه پا؟ این گپ دروغ است، غلط. اولاد خودم دختر خودم است. دروغ نیست، از رفتارش معلومه. وقتی که ما فهمیدم کل گپ، فهمیدم که گپ راست بوده. راست میگی. وقتی که از خانه که تو برآمدی کلگی بر تو بیگانه شد، آلو هم بر تو فرزندی شد. و از اول هم کتم دشمن بود. حالا ما فهمیدیم که این کارا میکرد که ما از خانه برای ملک دارایی را بگیره و دان تعف گلاب او بشه نام او دختر بگی. او دختر در ذهنش گپا نیست، فهمیدی؟ او خوار نیست برتان مادر است. یک ذره خجالت بکش، یک ذره شرم کن. نرسید شرم در کجای تو است؟ مادر جان او مادر است که هر روز این قدر که کار میکنه سر ما تا نمیته. چی تا نداده؟ این قدر که کار میکنه سر ما. بس مادر جان ما کل گپ خبر دارم، کل گپ خبر شدیم. این که زیر کاسه نیم کاسه است، کل گپ ما خبر شدیم. پشتی سلما را نکو. من نفهمیدم. نه من نفهمیدم. راستی هم زیر کاسه نیم کاسه بود که توی کار کردی. او دختری از علی گپا نیست، فهمیدی؟ ما چی کار کردیم مادر جان؟ چی کنی دیگه چی کنی؟ تو در خود نمیگیری.
با وجودی که او دختر فرزندی است از خودت نیست از او دفاع میکنی. گپ نزنی. اگه این دفعه دان تو کردی راجع به فرزندی و دروغ گپا بزنی دان تا برات میده میکنم. خوش کنی که دیگه این گپ نزنی. فهمیدی؟ دختر خودم است، اولاد خودم است، از خون خودم است. فهمیدی؟ تو اگه اولاد خود من میبودی از خون من میبودی این کار نمیکردی. تو اصلا اولاد من نیستی. اینقدر بشیرین زبانی از اون نرو مادر جان. نرو. او میخواید ترا پر بکنه اینه میگه پای خود. من نفهمیدم تو فرزندی بودی بگمانم. من نفهمیدم که تو اولاد من نبودی. او اولادم است. خاک در این تقدیر ما که اینی رقم گپ سر ما زده میشه. خاک در تقدیر 100 دفعه خاک در سر این تقدیر که تو ماندی رفتی یک بچه گدایگر گریختی رفتی. مهم میست نه که سگ زن کاکایم چقدر آمد چه گپای اقناق زد و مچم دولگ رو پاوی گپا تو مچ شد بازمی خوار ماسونات جنجال چه کشید که مجبور هستین بتینو تو آخر سگ منو چی شد؟ به جمله دختر شامون از بین رفت نواسای شام چی فایده نمی گپا؟ چی میگن؟ قصد سرش که میگم شد اما تا گپ شد. حالا زن کاکای ما چقدر به ما بدی کرده بود اینا لین به سر خورد فهمید که بدی کردن هیچ فایده نداره در دنیا. آخرم خوب باید هر کس بفهمه این بدی کردن خوب نیست. خانی آخر نداره بدی کردن راست. هر چقدر زندگی خوبی کنی هم خوب است هم در دنیا هم در دنیا حج و ثوابش برات میرسن دیگه. خب یگان وقت باز اونای خود میگم نه خوبی کردن زیاد هم فایده نداره. یگان تو نمیفهمه خوبی یک نفره. خصوصا من کتر کس واقعا من عادی هستم کتر کس خوب رویه میکنم تو روی زشت ندارم کتی کسی باز میگن تو رو سعی که میخوام دل تزم زندگی سیاه میکنن چی کنم بس از گم شده باشه نشده دیگه با او خاطر گفتم حالا قاقا و گرم نباشه میراستی هم میگن خانه خودم صدای بلند خانه خودت زن دراز خانه خودم پای دراز خانه خودم این مطلع حقیقت گفته یعنی مثال شمه این صد که شکر این اگانی دختر ایورم هستی اولادم وارستی بازم زبان میاری نمیکنه زن کاکا جان هر چیز که کار داشت یا آزادانه بگم نمیجم خانه خودت هستن شکر دستر گل زن کاکا هر چی کار داشت یا آزادانه بگم زنده باشی تا مثل مادرم مستی اما خدمت مادرم میکنم مسترام میکنم زن کاکا جان دختر گلم خیلی با صدات میکنم زن کاکا جان خب او تا جون میکنم سایز بچه سایز بیچاره یا خواو بردی تا خواو مرغی میزنی چه بلا با خدا زمین گفتم برم موزه کنم نماز بخوانم دیدم که او یخ بود دختره گفت خیر ما بر تو گرم میکنم بابا میگه گرم میکنم بیچاره زبان ما میاری نمیکنه دست پای ما میاری نمیکنه چی گپا دیگه؟ ای خورجان دگور تاله شامت دیدنی من کاش که خدای نخواسته از یه وضع دختر نواسه من میمردم چرا تو میگی؟ این در بدر خاک بسر امی میگه صدای بلند خانه خودم پای دراز خانه خودم دست دراز خانه خودم چرا دیگه چیزی دیدی؟ باز نه خیر شکر در سرتان با خدا چشم برداشت نمیکنه خوارک صدقه چند اگر اینای ورزنم از بیگانم نیست کن میگم چطور بپایم در خانه شان چه قسم با خدای زبانم پر نمیشه ای چون سعی کلمه علمام خواهی گفته اگر تو اونجا هستم دختر من سالان نگاه کرده خانم دختر من اینجا به مرا خواهی نمیمونه که من پس برم خال دیگه تو چی جای تنگ میکنی خوار نوشتک داری نپشتک باری اینمی خانه کلش در خدمت نه تو خاص که منگک دارم نه بنگک نه کلول سنگک تو داری نه مغمه میشینی من تا باز دل آدم طاقت نمیکنم چه قسم باشم چه قسم همیتونه ایورزن میاد سیل کنم که من خانهش باشم یا خانه تو باشم میشرمم خجالت میکشم خداوند دل گرده داره خور چرا میگه؟ خونه یکم کار میکنه دیگه همون خو هر کس باشه میگه خوب یک آدم که کار کنه یک لقمه نان بده دیگه باز میتونه که هر چیزی رو بگویه بخاطر مثلا نان میتونه یک بوت کالا میتونه خو نه و این آسناتم خو گپ از رو سر خود نمون غال مغال کدش خدا ما چی میگم تو چی بگوی ما چی میگم تو چی میگی
بیخی دیوانیم ساختی به خدای نه تو خواه. میگم در زندگی ما تو کار نگی، به ما شما غرض نیست، به ما شما رب نداره، جنگش حالا من بعد میگم به ما چی غرض، به ما چی؟ بگو تو به ما چی؟ میگه عادت ترمیده که به من نرسه چی فایده؟ زندگیشان خوب است، میخورن باد میکنن، کدام بشقاب آوردن، همه گفته کار در کارشان نمونده. چی چشمت مانده در یک مشقاب برنج و چیز از او؟ نمانده چی رو نمانده دیگه، تو داستان کار نگی امور میگی که نمیاره. آسنا میفهمه کارش، تو کار غرض نگی داستان. آسنا تو شار است، بیدار است، میفهمه که یعنی دو خانه چی رقم باید باشه، چه زندگی کنه یا نکنه، خودش میفهمه. خب یک دفعه ای که کد خوار خود جنگ کنه دیگه هر کس باشه میگه اون همیشه یاد داد. خالم اینجا آسنا تو دختر رقمی آسنا تا خود دیوانه ساخت. هر دقیقه کترو که نمیزنه، هر چیز میگه ما نبینیم تا خوارت نبینیم از این خانه برو. ده خوبش میکنه، خیلی تا کی برش حوصله کنه؟ تو در کار نگی؟ مادر بس از دیگه بس از دیگه پشت سلما را نکن، پشت سلما را نکن، بس سر رسیده میخی. صدای بلند نکن، شرم نمیکنی، خجالت نمیکشی. میشری سر سلما گپ میزنی، سر بیبیت گپ میزنی؟ سر بیبیت است، اونم بیبی سرت است. فهمیدی؟ ما نفهمیدیم که او از مادرم بالا شد بر ما. بیخی اونم از مادر بالا. آل کرفته مادر جان چند روز در شفاخانه کار کرده اینقدر آل با شیرین زبانی از رفتی؟ گپ نزن، او از اول تا آخر کت ما سوخته. او که نو سر بالا کت ما سوخته. من فکر میکنم که من دختر هستم، او مادرم است. خام اینقدر جای مادر جان با کدام شیرین زبانی خودی رقم پر کرده تره؟ از هر نگاه مرا احترام مدار. کدام کارش؟ بچه دل مرا شکستان دی، مرغ دل مرا شکستان. اوی تو کارا را میکنه، در دل تو خدا شیرین میکنه که کل مال کو داراییش بگیرم باز من برم. ما به زندگی خود کلی مال دولت دنیا خود بنامش میکن برش میتم. خب ما اینجا چیستی؟ تو پولیستی، تو هیچ چیزم نیستی. تو از حق جایداد ما خلاص شدی. صحیح شد. آل سلما برای تو رفتی، تو هیچ صلاحیت نداری در خانه ما. تو چی حق داری؟ بس مادر دیگه پشت سلما را نکن، بس کل گپ فهمیدیم. خیر از جگر تا تو خون نکن. نه خیر دیگه زندگی دیگه میگذره، چی به خوبی چی به جگر خونی. خب بازم دیگه جگر خون خب هر دو خاطر هستم. یک به خاطر نواسای زن کاکایمیشون که بیچاره جوان بودن و دختر خود زیاد دوست داشت. هر دقیقه می اومد اون دخترش هم دیگه فکر کو که از وقت کارسی کرده بود چند سال بعد جدا شد، پس از خوشی خود آمد پیش مادر خود که بیخی زیاد صمیمی بودن در بین خود. زن کاکایم هم زیاد جگر خون شده. اولین بار است مقدر دیدم گریانونی ها میکرد که از خاطر جگر خون شدم. کدام گپ خاصی نبود. خب خیر است، خداوند ببخششان، جنت نصیبشان باشه. تو هم جگر تخون نکن، کل ما یک روز رفته نیستیم. آقا بیازم میفهمی فقط خوبی از ما، خوبی ما و نام نیک ما میمانه، باقی میمانه. خب خیر، خداوند مهربان است. زندگیم یک روز خوب یک روز خراب داره. خب ما برم، من بجم تو هم بیش میگذار برم کابزو شد. سایس ماشی آرزو گم از رقم. و خدا ما برم مرکای میمانه دیگه. تو را دوست دارن؟ دوستم دارن، نمیم که دوستم ندارن. دلت نگه و خدا می دخترها سر تخمای چشم خود جای من میپردن. دوستم دارن. در دل ما خودم در دل سبیلیم بس آمده نمیتونم. ما تو بودم سن خوشان که دیدم نگفتم از همونجا که دیجا آرام هستم. خوشان تا هم همین هستی؟ من نمیمانن برم نه خیلی. خب بر شکر کدام شب اگه ما برم نمیمانن مرا، نه ملالای میمانن. این دختر آمده میمانن و خدا تا برم یک پوت ما پت میکنه، یک چادر ما پت میکنه. نه چی قرابیز ما تو هم دیگه بیکارم دیگه قسم راست میگه. بالول یک سوته و یک کچکول، هم کچکول هم نداری، سوته هم نداری، یک خودت هستی دیگه. تنگی میگم یک کلام خوب است بیشی. تا هم قرار ما دیگه مجرد گفت یک آن تشتک پشتک ندانیم، قرار قصه کده میشیم اجرای ندانی دو گپ بخورد. زنده باشی. دارم که من دخترم ها بگویم یا نواسای ما که هرچی گفت از این کنین بدونی گپ هم میکنن. نی میکنن خیلی بینن خدا جان مرگشان نکنن. دا گفت میکنن دیگه میکنن. من تا این قصد که خودم دمی دل سبیلیم بس دیگه بس دیگه. حالا بس بده درد بخاطر دو خانه که بودی که چی که سعی کرده بودی اما دخترها یادت میه. فهمیدی؟ همینجا باش کم یادت نمیه اونم دکا. تا خست خدا سنا خانه برم
عزیز یاد دیگه نمیخوایم که پرش کنیم. بس مادر کلک میده میکنم. بس ما کلک نگی. اونمو سلمایی است، اونمو خودت است. باز میفهمی که یک روز اونمو اگر تو را تنها اعلان نکرد چی گفتی بگو. خواری تکم کن. میشم سر بیبی خود کم میزنم. خدا خرابت کنم. ششتاش تمی سلما را ایک میگی سلما را. تو صدقه سلما میشی. مادر؟ ها بچه کجا رفته بودی؟ هیچ بیرون رفتم دستشوی بچه. تو کجا یک دقیقه ورخطاستی؟ نیستم ورخطا بچه. هیچ که دختر خالیم داخل شده بودیم ایزا. باز ما برامدم گفتم باشه آرزو گم از برم رو بپاری. خوب کردی. چی میکنم؟ نمیفهم که حالا اگه بگویم خب خدا یک دردش دو درد میشه. نه بچه چیزی نگفتم نکت خودم تو فکر کنم سعی که زن کاکای. چرا رقم هستی؟ زن کاکای تا فکر مندم زن کاکای چت. بیبی راستی هم میگه تخت میگه در سلیمان نمان گاین در قارون اما مطلب این چقدر بدی کرد ما چقدر روزای بعد سر ما دل اگر پر سرم تومت کرد بچیم دختر قایم گرفت که بته چی گپای نبود که با ما نزد چی دامن سبکیای نبود که با ما نکرد این آخرم بیبی بچیم این در خانه ما آمدن پس همینجا آمد این بیبی بعدی چی لازم این بدی کردن چی لازم است ما میگه بیشتر با مرمان نه کار خو ندارم اون وقتم خو من که دیدم هم نرفتم خو مقصد همینجا گفته میشه خب بیاز از گپ من نه هیچ کس نکده و هم نمیکنه تو یک دیوانه هستی گپ تلکی کنه دیگه تو چی سر خود چی گفتم میگی تو بگو تو اگر نه تو نسل در جای اسنا تو می بودی یکی تو خوره صد بگی مادر صد بگی تو حوصله میکنی چیزی که برازو میگن چیزی که برازو میگن بر تو بگی تو یک ثانیه هم پشما نمیشینی میدونی بیخی اتاق تا جدا میکنی آفرینش چه حوصله کنم دخترم دیگه بس از دیگه از گیری نمیا بود اگر میتوقع روز اول اینمی زن مامایت اگر زن مامانون می من خواستگاری که رفته بودم دنیا گل گلزار پیش میامد یک سبت گل میام خصای سوام یک اشتباه کرد که بر تو نداد اما که نداد که وقت دختر کرد بچه ما خوش بزرگ خدا گرفت رفت آره چی نق پشتم دختر گرفتم این دختر بیخی دیوانه ساختن بس از دیگه تا بکای حالا حق داره او مادرش هسته اوقا که او نگوی خیلی همون تا آزاد بانشه دیگه برو خانه همه در چقدر دیر که ماندی باش کدام چیز جوره داده برش کدام جوره گفته اگه تا برش کالا مالا خرید چی که برش روز کامل برش هیچ چیز نکرده میخورن بات میکنن میاسناد میخوانه شیشه میگن که باشه اینجا خیره میما گمش کو بالا در پسش خیره یا دختر میما امی خوار ماسینم اینجا باش که اینجا رو جارو کنم آرمادی هم بیچاره باز کی است خوش آمدی گلچهره کجا بودی؟ درست جانم چی میگن یفته و بیرو برامدی؟ باش که اینجا رو جارو میکردم دیگه باز شکر برو خانه میری؟ نه بودا کلی مدرسه بیار که من میرم کار دارم بودا کجا میری؟ میرم شکر یا پاک پروردگارای تو حفظ کن چرا؟ حالا میال از بیرون آمدی باز تو میری؟ بیار تو بودا والا بودا چیه مونتا اینه خیلی برلی ای خدا جانه خدایا نه خیلی تو بری اولی استاد کردم یا اولی خیلی دا باشم بودا تو بخیر برو خانه که من اینجا جور کلی میکنم مدرسه بیار خیره بودا تو در کارشون کار نگی بچیم بس از دیگه تو غرض نیست به من غرض نیست ما چی وقت کار گرفته به تو غرض نیست به من غرض نیست نه یادش میتیم نه به ما غرض است خودش میفهمه کار خب ما تو خب بیاز یاد نمیتیم خب او امیر خود فکر از میکنه بچه میگه تندولک خودسازی خود خرسک خود بازی خود از در بین خود جور میاین خودشون در بین خود میفهمن که چی کنن چی نکنن ما ناخ چه کارای از این بخی بر تو متل جور شده هر کار از این بر بخیر دیگه اصلا من ندارم بسیار بیشتر دقیقه پیش من فکری نگم برای قصصی وقت خوشم نمیاد تو بخیر سای بیاق رسیمش چقدر تو هوشیار میشی جمع کو برو هر دقیقه کاسنات تو کرد تو میگه که چیز از زندگی که باز که برای دختر هوشیار است برای خود میگه ساری از زندگی شد تا بکای و بخورن باد کنن کم وقت اینجا احتیاجی محتاج باشه ما کنار جای بنام داریم بچه مکنه دیگه چی میگه بچه نداره اون دو تا دختر پس دکتر میره که دیگه شام نمیشم برای چیز نمیخواد بنام داماد خود کنه بکه زبره پشت خود دون مرشان خلاشان میکنه بالا کنار برما برای میاسناد برای میز بچه زار ترق میشم یا سکته مغزی خواد کردم یا سکته قلبی خواد کردم
این میجه بیش قسم میکنی مردم و ما خدا از تو بدتر جگرم خونه سیدیم چرت فکر به من گفتی تو مرغی رفته بودم خواه مرغی اوشو گوشم نمو بود خدا جوان یخواری میگم او تندور میفهمه که آتش در بینش میسازم خودم میفهمم دردم گفتی اگان تا غمم چیز دست ما نمیاد هیچ دست ما نمیاد همه که رفت دیگه بیل پشته و رفتگی بگیری چی فایده بیفایده است تو جگر خونی کنیم دل تسلی نمیشه هیچ دل تسلی نمیشه تو که جگر خونی کنیم بیخی عمر ما بیزم خلاص است از پای مانده پای دردی دیگه تکلیف ها به ما تو مبره اینه میجه بیشه قصه کرده خلاص میشیدیم خیلی بینی شکر در سرکت خیلی بینی خداوند خانه تانه 100 خانه بسازه خداوند قدر بتیتان که جمع کرده نتانین چرت خراب دیگه ما چاره ندارم چی کنم ما برم که او گرم شده که او وانده بچه ما او وانده که گرم شده نشده برم موزو کنم نماز پیشیم جان بیا او تیار است وی صدقه چاو زن کاکای نه جان گل زن کاکای خود میخیزم سایز ببی جان چاینک کلان ماندیم با تو خیلی بینی گل زن کاکای خود صدقه سر چاو خدا نکنه زن کاکا جان بیا میگه آدم که خدا اگه مرگ میمره آدم میگه خدا میگه اگه همسایه خوب در پالیم بیایه مردم میگه یک همسایه خوب در پالیم بیایه زنده مینم تو میگه در پالیم اگه کس همسایه می آدم خوب بیایه آدم خوبی خوب چیز است بچیم راست میگی مادر خوب بازم خوبی هم به درک نمیخوره زیاد که خوبی کنیم باز بی قدر میشیم بچیم تا که واسه ما میرسه خوبی میکن مگو نفهم خدا خو میفهمه پیش خدا هیچ چیز گمی نداره با که بدی کنه چه قواسش میرسه بدی کنه خدا از تو روز نگاه کنی حال اون روز آمده من به اون خاطر تشویش جگر خونی میکردم مادر جان راست میگی تا جایی که دست ما میرسه خوبی خودم میکنیم تا جایی که نمیتونیم دیگه برو انتظام باید داشته باشی خدا شکرت حالا تو خدا کاریگر اما تو زن خوب آفرین جان حال راست میگی یا ریدل میری نه آفرین جان حالا تو که اینا کم کار کنی بیرون زحمت بکشی پشت کار بگرده خب کلگی خوش است خب من پشت کار میگردم بذار کلیم مترسکل بیار که بچه‌ها میرن پشت کار یک کار پیدا شده الا که بچه‌ها نمیری تنها میری سیس خب تو برو بیار برو خودت برو من اینجا جارو کنم خلاص شقاستی دیگه تو هم آرس کیستی دیگه آرس نمی برو خاله شاپیره هستی دیگه سوال باش نشنوه بگه نام نانیت میگیری در کجا بند کردی؟ یا پاک پروردگارا ها؟ مردم مادر خدا خاله میگه بیاتی بیاتی بده خدایا ایام بخیر دیوانش کم نمیتونیم از واسه توان ما که نمیشه بودی قرار در جای خود میشینیم راست میگی مادر واضح گفتم میتونیم که نه از ما گله کنی که زورشم ندارم توانشم ندارم اما شیما مالی ندارم شیما که تا که داشتم دواندم دیگه نمیشه خیر سال در خانه ما که آمده بچیم خدمت شکو خیر قدر عزت شکو به خاطر بزرگیش و کلانیش هر کس میکنه به خدای خود میکنه بچیم ما شما در قصیش نمیباشیم ما میفهم دیگه بیچاره جگرخون است غمدار است خود دخترم گفتم خیلی تو کنم جای بیری من بیرون میرم یک دفعه ببینم برو دختر خالم در داخل است اگه خونم من کی هستم چی نیستم هر چی کی هستم زن بیادرت هستم اونم من که چیزی نیستم در دل مردم آتش گرفتنی کنم یادم میکنه اگر من چیزی میبودم مرا کسی یاد نمیکرد قربان شو میگه پار سلما ناقصی مفته به من اگه مسئولیت ندارم تو اگه مادر میدی اول خیلی دخترت داره میگه که نمیگری خی نمیره دوم دیگه وقتی که گریخت پس آمد بچه‌م باوردش امی اجملک آوردش تو میره به سر انداختی بچه‌م برو کم دخترم مریض است امور قرار ماندی آمدی کجا برم مادر خانه تان برو کم دخترم مریض است مادر کلان مادرم از زنگ زدم مادرم گفت که من خانه امیدشان میرم اگه یگان چیز گفتم در دل نگی نه مریم جان او گپ نیست که ما بدرویه میکنم اینم یا سعی که سلما یک گپای بر ما میزنه یک چیزایی میگه یک کارایی میکنه فکر که اینو بخون ما تشنه است بدون نظر تو یک کار نمیکنه اگه تو کار ناسکی ما میبودی تو را قسم قدر عزت میداد خوبش گفتی این کل کار فساد که در پای نمی امیت است میگه تو دختر ما یاد دادی که ماشم این سلما فرزندیست چطور چیکار است تو از خانه خبر نداری تو در خانه نبودی